من دلم پر میکشه برای اصفهان، برای یه قدم زدن توی چارباغ، برای دوغ و گوشتیل خوردن توی چای حاج میرزا، برای شب‌های زنده زیر پل خواجو، برای درشک سواری توی نقش جهان، برای خوردن یه فنجون قهوه ارمنی توی جلفا، برای خوردن یه پرس بریونی چرب با آبگوش، برای وایسادن تو ایوون آلیقاپو تماشای نقش جهان، برای شنیدن صدای چکش قلم زنی توی بازار، برای شمردن ستونهای 40 ستون، برای نگاه کردن به سقف بلند مسجد شاه اونقدری که گردنم درد بگیره. من عاشق اصفهانم و دلم براش پر میکشه.